بهترین رژیم غذایی برای کاهش درصد چربی فکر کنم من پیداش کردم. کاهش چربی سخته، درست، ولی چه برسه به اینکه بخوای اون چربی رو برای همیشه پایین نگه داری. حالا اینجا یه دلیلی هست که یه ضرب المثل قدیمیه که میگن سیکس پک توی آشپزخونه ساخته میشه. هنوز اون ضرب المثل قدیمی زنده است، چون واقعا درسته. متاسفانه توی دنیای رژیم ها یه عالمه اطلاعات اشتباه وجود داره. حتی اون رژیم هایی که واقعا جواب میدن معمولاً بدیهاشون خیلی بیشتر از خوبیاشونه. امروز میخوام یه رژیمی رو باهات به اشتراک بذارم که خودم اومدم یه اسم براش گذاشتم به اسم رژیم برگشتی ساده. یه رژیمیه که خیلی ساده است و راحت میشه بهش پایبند موند و واقعا هم جواب میده. اول از همه باید بفهمی که تمام رژیم‌های چربی سوزی با هر اسمی که صداشون بزنی یه هدف ساده دارن. اونم اینه که میان تو رو وارد حالت یه کالری منفی میکنن. یعنی چی؟ یعنی کالری که هر روز میسوزونی باید بیشتر از چیزی باشه که داری مصرف میکنی. ولی توی رژیمی که امروز میخوام بهت نشون بدم، برخلاف اکثر رژیم‌ها که با حذف غذاها شروع میشن، اولین قدم اینه که بیای بیشتر بخوری. جالبه نه؟ اما نه هر غذایی. من دارم در مورد پروتئین ها صحبت میکنم. توی مطالعه‌ای که سال 2005 منتشر شده، شرکت کننده ها هیچ کاری نکردن جز اینکه مقدار مصرف پروتئینشون رو 2 برابر کردن. اگه بخوایم منطقی بهش نگاه بکنی، میگی که خب چون غذا بیشتر خوردن پس باید وزن اضافه کرده باشن دیگه. حالا حقیقتش چی شد؟ بعد از اینکه مصرف پروتئینشون رو بالا بردن بدون اینکه متوجه بشن خودشون، روزانه 440 کالری کمتر غذا خورده بودن و بعد از 12 هفته یعنی 3 ماه نزدیک به 5 کیلو چربی خالص بدون برگشت از دست داده بودن. دلیلش چیه؟ یکیش اینه که پروتئین خیلی سیر کننده است بچه‌ها. میتونید امتحان کنید. 400 کالری سینه مرغ بخورید و بعد بیاید مثلا به همون مقدار دقیقاً 400 کالری کورن فلکس استفاده کنید. اونجاست که میبینید که دقیقاً چقدر سیر شدن با اون مرغ چقدر متفاوت با کورن فلکسه. حالا قدرت واقعی پروتئین اینه که وقتی که شما توی رژیم کالری منفی هستی، بدنت یا چربی میسوزونه یا عضله. ولی وقتی که بیای مقدار پروتئین کافی حداقل 1.6 گرم الی 2 گرم به ازای هر 1 کیلوگرم از وزن بدنت استفاده کنی، بدنت یه پیام دریافت میکنه که عضله رو نگه دار و چربی رو بسوز. و برای همینه که رژیم هایی که پر از پروتئین هستن نه تنها در طول رژیم چربی میسوزونن، بلکه بعد از رژیم هم از بازگشت چربی جلوگیری میکنن. این نکته‌ایه که به نظرم خیلی از ورزشکارا باید بهش دقت بکنن. اما یه اشتباه رو نکن. مثل من همه وعده‌هاتو با سینه مرغ پر نکن. نیازی نیست صبح ظهر شب و همه وعده‌هاتو سینه مرغ بخوری. بیا چند تا نمونه رو انتخاب کن. حالا هر وعده غذایی که 30 گرم پروتئین خالص داشته باشه و بعدش میریم سراغ کربوهیدرات ها. من یادمه که وقتی که یه بار می‌خواستم رژیم غذایی بگیرم، رفتم توی یه وبسایتی به اسم bodybuilding.com و یه بدنساز خوش هیکل که اومده بود نمونه رژیمش رو برای مثال گذاشته بود نگاه کردم. توی رژیمش نه نون بود، نه برنج بود، نه شکلات، نه سس، فقط گوشت بود و سبزیجات. و من اومدم دقیقاً همین رو کپی کردم و اجرا کردم و توی روز سوم رژیم من انرژیم به شدت افت کرده بود و تمرینات بدنسازی که انجام میدادم خیلی بد بود و هیچ کیفیتی نداشت و بعد از یه هفته حالا 2 کیلو کاهش وزن داشتم ولی احساس و ظاهر بهتری هم نداشتم. حالا علتش چی بود؟ چون وقتی که شما میای کربوهیدرات رو حذف می‌کنی، آب ذخیره شده در عضلاتت از بین میره، نه چربی ها. پس اون 2 کیلویی که من از دست دادم چی بوده؟ آب بوده، چربی نبوده. کربوهیدرات ها منبع اصلی انرژی هستند، مخصوصا توی تمرینات شدید. و اگرچه بدن بالاخره یاد میگیره که بیاد از منابع دیگه هم استفاده کنه، ولی تحقیقات نشون میدن که تا وقتی که توی رژیم کالری منفی داشته باشی و پروتئین کافی داشته باشی، چربی سوزی انجام میدی. حالا چه کربوهیدرات بخوری چه نخوری هیچ فرقی نمیکنه. من که بالاخره یه ایرانی ام و با برنج بزرگ شدم دیگه. حذف کامل برنج اصلا منطقی نبود. و قیافه مامانم وقتی که بهش میگفتم من نمیخوام برنج بخورم واقعا خیلی دیدنی بودش. البته کالری کربوهیدرات ها بچه‌ها خیلی سریعتر جذب میشن و اگر اضافه وزن دارید و از چاقی رنج میبرید، سعی کنید یا حذفش کنید یا سمت کربوهیدرات های کم کالری تر برید. خود من بیشتر کربوهیدرات هامو میذارم قبل و بعد از تمرینات بدنسازی استفاده میکنم. و اگر دیگه جا داشتم و گرسنه‌ام شده بود، میام یه وعده از کربوهیدرات دیگه حالا مثلا استفاده میکنم که اینم باز بستگی به هدفتون برای حالا افزایش وزن، کاهش وزن یا حالا عضله سازی داره. و حالا میرسیم به بحث اصلیمون.
چربی ها. ببینید برخلاف پروتئین و کربوهیدرات که هر گرمشون 4 کالری داره، چربی ها 9 کالری دارن. پس خیلی راحت میشه که زیاد بخوریشون. و مشکل اصلی چیه؟ چربی های پنهان مثل سس، روغن، کره، کرم و مایونز، همه اینا چربی های پنهانی هستن که با هر بار استفادهشون داریم به ازای هر گرمش 9 کالری به بدنمون اضافه میکنیم. مثلا 2 قاشق کره بادام زمینی میتونه کل دریافت کالری روزانت رو خراب کنه. حالا راه حلش چیه؟ نمیخواد حذفشون کنی، فقط در حد تعادل استفاده کن، یا اینکه از یه جایگزین‌های کم چرب استفاده کن. مثلا شیرهای بدون چربی، روغن‌هایی که به صورت اسپری میتونی توی مایتابه استفاده کنی، سینه مرغ رو بیا بدون پوست استفاده کن. حالا میبرم سراغ ترکیب اصلی وعده ها. رژیم‌های خشک، رژیم‌هایی که بدنسازی میگیرن که بخوان درصد چربی بدنشون رو خیلی بیارن پایین‌تر و برن روی استیج و برسوننش زیر 12%، دقیقاً میان میگن که چی بخورن مربیاشون و خب خیلی نتیجه بخشه، ولی اینا موقتی ان. تحقیقات نشون داده که افرادی که بعد از رژیم‌های خشک چربی‌های زیادی رو کم میکنن دوباره برمیگردن به حالت قبلیشون. حالا راه حل بهترش چیه؟ ببین، یه پیش‌فرض در نظر بگیر، یه بشقاب متعادل، یه 1/4 پروتئین باشه، نصفش میوه و سبزی، باقی مونده بشقابت که 1/4 باقیش هستش چربی‌های مفید. مکمل‌ها چیا هستن حالا؟ ببینید اکثر چربی سوزها که به عنوان مکمل دارن استفاده میشن شامل کافئین بالا و شما داری فقط پولتو هدر میدی. ولی اگه بخوای فقط یه مکمل بخری، پولتو بذار برای پروتئین وی ایزوله. تحقیقات نشون داده که کسایی که بعد از رژیم‌های سخت پروتئین وی ایزوله استفاده میکنن چربی خیلی کمتری بهشون برمیگرده و دور شکمشون کوچیک‌تر میشه. بریم سراغ برنامه زمانبندی وعده‌های غذایی. وقتی شما زیادی گرسنه باشید باعث میشه که بیشتر پرخوری کنید. بیاید اینجوری در نظر بگیرید. فرض میکنیم که شما 3 الی 4 تا وعده اصلی غذایی دارید. باید بیاد یه فاصله زمانی منطقی دیگه حداقل 3 الی 4 ساعت مثلا در نظر بگیرید و بین هر وعده اصلیتون بین 1 الی 2 میان وعده هم داشته باشید که اینم کفایت میکنه. یه چیز دیگه هم که میخوام اضافه بکنم اینه که مکان غذا خوردن هم به شدت موثر بچه‌ها. جالبه که بدونید که جلوی تلویزیون غذا خوردن به شدت اشتباهه، کاری که همه ما معمولا داریم انجام میدیم. تحقیقات نشون داده که غذا خوردن جلوی یه صفحه موبایل یا تلویزیون یا کامپیوتر باعث افزایش وزنت میشه. چون اگر بخوایم به صورت علمی خورده بررسیش بکنیم اینه که مغز شما تمرکزش رو از روی غذا خوردن برداشته میکنه و دقیقاً میبره توی عمق فیلم، توی عمق اون داستانی که داره اتفاق میفته و هورمون هانگر یا هورمونی که به شما دستور میده که شما سیر شدین به خوبی ترشح نمیشه. پیشنهاد من اینه که شما باید تمام تمرکزتو اگر میخوای واقعا وزنتو کم بکنی بذاری روی غذا خوردن و در آخر نباید رژیمتو یه شب عوض کنی. یه تغییر کوچیک توی یه هفته بهتر از رژیم‌های خیلی سختیه که بعدش هم بخوای بذاریش کنار. و در آخر یادت باشه اگر یه روز رژیم رو از دست دادی و خرابش کردی اشکال نداره، حتما ادامش بده. رژیمی خوبه که انجامش بدی و خوشت بیاد ازش و بهش پایبند بمونی. تو و بدنت لایق بهترین حالت خودتون هستید. تا ویدیو بعدی تو رو میسپارم به خدای بزرگ و مواظب خودت و بدن زیبات باش. بدرود.